الله لا اله الله، لا اله او تو ذات است که نیست هیچ معبودی به حق که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا هو، مگر او الحی القیوم، زنده حقیقی هست، و القیوم ذاتی که تدبیر کننده تمام امور کائنات است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، برادرای عزیز و خواهرای محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس 11 ما و شما شروع میکنیم ان شاء الله تعالی. در درس 11 معرفی صفات الله هست. طبعا در کلید اول آخری درس ما و شما است که باز بخیر کلید دوم شروع میکنیم. در درس 11 معرفی صفات الله هست. اینال ما و شما اول تعریف صفات الله را میکنیم که تعریف صفات الله متعال چی هست. الله متعال صفت‌هایی داره که او به ذات و جلال و عظمت الله متعال شایسته هست. در مقدمه ما شما باید یک چند نقطه را، چند اصطلاح یاد بگیریم، به خاطر از اینکه وقتی ما صفات را میخوانیم باید چند اصطلاح یاد بگیریم. اصطلاح اول شما که در اینجا باید یاد بگیریم جمله، اقسام جمله هست. مثلا در زبان عربی ما و شما دو قسم جمله داریم. این در ذهنتان باید باشه، چرا پسان در درس وقتی باز شما براتون تصور پیدا نشه که این چی معنا میده. در زبان عربی دو قسم جمله هست، یکی جمله اسمیه هست و یکشم جمله فعلیه هست. جمله اسمیه جمله را میگن، اول جمله فعلیه. جمله فعلیه در زبان عربی جمله را میگن که در اولش فعل آمده باشه. مثلا درس فعل ماضی هست، مثلا این درس علیون، علی درس خوان. پس اینجا وقتی که در اول فعل یا یدرس و علیون، ادرس یا علی، این وقتی که فعل ماضی یا فعل مضارع یا فعل عمل در اول یک جمله آمد، او را جمله فعلیه میگن. آسان است. جمله فعلیه کدام جمله هست؟ جمله که در اولش فعل واقع شده باشه. و دوم جمله اسمیه هست. جمله اسمیه کدام جمله را میگن؟ میگه جمله اسمیه جمله را میگن که در اولش اسم آمده باشه. آسان. جمله اسمیه کدام جمله است که در اولش اسم آمده باشه؟ جمله فعلیه کدام جمله هست که در اولش فعل آمده باشه؟ جمله اسمیه را چرا جمله اسمیه میگن؟ به خاطر از اینکه در اولش اسم آمده. جمله فعلیه را چرا جمله فعلیه میگن؟ به خاطر از اینکه در اولش فعل آمده است. اینمی هست که شما بفهمین و یاد بگیرین، به یادتان باشه. دوم نقطه که باید اصطلاح دومی که بفهمین مضاف و مضاف الیه هست. مثلا ما و شما میگیم کتاب خالد. پس کتاب خالد وقتی که میگیم کتاب خالد، پس کتاب مضاف شد به کی؟ به خالد. یعنی اینجا مثلا یک کتاب برازون نشان میده کتاب خالد. پس اینجا کتاب مضاف و خالد مضاف الیه است. از این خاطر در جملات که قسمیه مثلا میگم مضاف و مضاف الیه. اینا مضاف و مضاف الیه میگن. پس وقتی میگیم قلم احمد، قلم چی شد؟ مضاف شد. و احمد چی شد؟ مضاف الیه شد. پس اینال ما شما جمله اسمیه جمله فعلیه مضاف و مضاف الیه را فهمیدیم. جمله اسمیه در اولش اسم می باشه، جمله فعلیه در اولش فعل می باشه. مضاف نام هست که به یک چیز دیگه میشه. مثلا وقتی میگیم قلم خالد، قلم مضاف شد و خالد چی شد؟ مضاف الیه شد. کتاب علی، میگیم کتاب مضاف شد، علی مضاف الیه شد. مثلا میگیم مردم تاجیکستان، مردم مضاف شد، تاجیکستان مضاف الیه. این قسم اینال فهمیدین. پس ما مضاف و مضاف الیه 4 اصطلاح رو فهمیدیم. جمله اسمیه، جمله فعلیه، مضاف و مضاف الیه. عالم صفات الله متعال اشکالش در قرآن عظیم شان می‌بینیم که در قرآن عظیم شان
صفات الله چه قسم استعمال شدن. در قرآن عظیم شان صفات الله متعال به اشکال مختلف در آیات مختلف ذکر شده. اول صفت به شکل یک نام می باشه. مثلا ما و شما خواندیم در اسماء و صفات که اسماء الله الحسنا بود، اونجا صفتهای الله به شکل چی بود؟ صفتهای الله به شکل یک نام بود. مثل چی؟ مثلا الرحمن، الرحیم، مثلا الحی، القیوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم. پس اینجا صفات الله متعال به شکل یک اسم. مثلا و هو العلی العظیم در سوره بقره ما شما را کلش خوانیم والله السمیع علیم انه علیم قدیر. پس اونو درسی که ما شما در اسماء الله الحسنا یا اسماء و صفات خواندیم یا صفات الله به شکل نام ها بود. چی معنی؟ یعنی نام هایی که در او صفات الله متعال ذکر شده. وقتی که ما میگیم که الرحمن یک نام است از نام های الله، این چرا از جمله اسماء و صفات است؟ این اسماء و صفات چرا میگن الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، القدیر؟ یا چرا اسماء و صفات میگن؟ به خاطر که نام هایی است که در اون صفات هم است. وقتی که میگیم الرحمن نام شد، لکن در بین از که نام الله متعال صفت الله متعال هم در اینجا کدام صفت است؟ صفت رحمتش است. پس ایناله اینی نام ها اسماء و صفات است که به شکل شده. خب قسم دوم که صفت ها به شکل یک صفت آمده، به شکل نام نامده، به شکل یک صفت آمده. مثلا صفت علم در سوره نساء آیه 166 انزله بعلمه، انزله بعلمه. پس اینجا علم یک چی است؟ یک صفت است. یعنی خود صفت به شکل صفت آمده. در اول صفت به شکل چی آمده بود؟ به شکل یک نام یا اسم آمده بود. اما اینجا به شکل یک چی آمده؟ به شکل یک صفت آمده، به شکل نام آمده. مثلا قوت، ان القوت لله جمیعا، یقینا که تمام قوت خاص برای الله است. در سوره بقره 165 اینجا صفت قوت الله متعال به شکل صفت ذکر شده. رحمت مثلا و رحمتی وسعت کل شیء، و رحمت ما الله متعال میگه به همه چیز در بر گرفته، بسیار وسیع است رحمتش. اعراف 156. پس دو قسم صفات الله را فهمیدیم. اول صفاتی که به شکل یک نام آمده بود، دومش صفاتی که به شکل یک صفت آمده بود. قسم سومش صفاتی که به شکل مضاف و مضاف الیه آمده بود. این فهمیدین مضاف و مضاف الیه که قبلا براتون گفتم. اینا مثلا به شکل مضاف و مضاف الیه چه قسم آمده؟ مثلا فاطر السماوات، فاطر مضاف و سماوات مضاف الیه. پس اینجا فاطر السماوات یعنی خلق کننده آسمان ها از جدید، یعنی آسمان ها وجود نداشت، الله اونا را از جدید خلق کرد. پس اینی فاطر السماوات چی است؟ صفت الله هست، لکن به شکل چی آمده؟ فاطر و غافر و قابل و شدید، اینا به شکل مضاف آمده. فاطر السماوات والارض، غافر الذنب، قابل التوب، شدید العقاب. اینی صفت های الله متعال از غافر الذنب یعنی مغفرت کننده گناهان، مغفرت کننده گناهان، مغفرت کننده مضاف و گناهان مضاف الیه، غافر مضاف، ذنب مضاف الیه. قابل التوب یعنی بخشنده و قبول کننده توبه. یعنی قابل التوب، قبول کننده توبه چی شد؟ قابل مضاف و توبه مضاف الیه. شدید العقاب یعنی شدید جزا گیرنده، شدید مضاف و عقاب. جاعل الملائکه یعنی خلق کننده ملائکه یا گرداننده ملائکه. ذو الجلال و الاکرام، ذو الجلال، ذو مضاف، الجلال چی شد؟ مضاف الیه شد. یعنی و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. اینجا ذو مضاف شد و جلال مضاف الیه. خب اینال ذو مضاف شد و جلال مضاف الیه. پس این صفاتی بودن که به شکل مضاف و مضاف الیه آمده. قسم چهارم صفات به شکل جمله فعلیه آمده. ما شما گفته بودیم که جمله گاهی اسمیه می باشه گاهی فعلیه. مثلا بسیاری از صفات الله هستی را ما شما قبلا خوانده بودیم که به شکل فعل میاد، جمله فعلیه میاد. مثلا یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء یک جمله فعلیه هست که
فعل خلق کردن الله را یا صفت خلق کردن الله متعال بیان میکنه. یا مثلا یمسکو، ان الله یمسک السماوات، این حال یمسک السماوات والارض، اینجا یمسک السماوات والارض یک جمله هست، جمله اسم فعلیه هست. یا یحیی و یمیت، هو یحیی و یمیت، یحیی یک جمله هست، یمیت یک جمله هست، پس این جمله چی هست؟ فعلیه هست. خب یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر میکنه امور از آسمان ها تا زمین، پس اینجا یدبر الامر من السماء الى الارض یک جمله چی هست؟ یک جمله فعلیه هست. یرزق من یشاء، این حال یرزق من یشاء این هم یک جمله چی هست؟ فعلیه هست. بنابراین اینجا صفات الله، مثلا اینجا صفت رزق الله هست، یدبر الامر صفت تدبیر الله هست. و اذا مرضت فهو یشفینه، این حال یشفینه اینجا چی هست؟ این هم جمله فعلیه هست. پس اینجا اما صفت شفای الله متعال به شکل یک جمله آمده. اجیب دعوت الداع، اجیب دعوت الداع، اجیب دعوت الداع، این اجابت میکنم دعوت دعا کننده را. این حال دعای دعا کننده را اینجا هم چی هست؟ جمله مزاحمت میکنین دوستا دیگه. مثلا من مجبور میشم تا که شما مایکایتان چالان است و صدا میه، از این خاطر درس خراب میشه. اجیب دعوت الداع، اینجا اجیب دعوت الداع این هم یک جمله چی است؟ فعلیه هست، یعنی من اجابت میکنم دعای دعا کننده را. و یکشف اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، این هم اینه صفت چی هست؟ یک صفت الله هست، کشف کردن بدیها یا دور کردن بدیها. پس اینا کلشان به شکل چیه؟ یحکم ذالکم حکم الله یحکم بینکم، این حکم الله هست که در بین شما حکم میکنه. پس یحکم بینکم این چی هست؟ این جمله فعلیه است، چرا در اولش فعل آمده. پس وقتی که یک جمله شروع میشه و اون جمله که صفت الله را بیان میکنه در اون شروع جمله فعل آمده باشه، اینو جمله فعلیه میگه. قسم پنجم صفات به شکل یک جمله اسمیه میگه. مثلا بعضی صفات است که به شکل جمله اسمی آمده، مثلا در اولش اسم آمده فعال لما یرید، فعالون این اسم است، در اول فعالون آمده. سوره بروج آیت 16. قسم ششم صفات به شکل مقید آمده. مثلا یک بعضی صفات است که یک قید آمده، فهمید؟ یعنی به شکل قید در رسول قرآن کریم ذکر شده. این افعال در مقابله با افعالی که بیدینان انجام میداده استعمال شدن. مثلا یک کافر استهزا میکنه، در جواب استهزای از او یعنی به قید آمده که الله هم در مقابل استهزای از او رو چی میکنه؟ به استهزا میگیره. بنابراین این چی است؟ این صفت الله هست و لکن با قید آمده. یعنی وقتی که یک صفت با قید آمده باشه ما مجبور هستیم که با همون قید استعمال بکنیم. اگر یک صفت به شکل جمله اسمی آمده ما مکلفیت داریم به شکل جمله اسمی رو استعمال کنیم. از این خاطر علما میگن که در صفات الله چی هست؟ توقیفی هست. چی معنی؟ انسان دمو چیزی که در قرآن و سنت ثابت است دمو توقف میکنه. یعنی ما نمیتونیم از یک جمله که مثلا او مقید است از اون با یک اسم بسازیم، یا مثلا از یک جمله که با یک فعل آمده ما بخیزیم از روی او چی کنیم؟ یک اسم بسازیم. نه، او که به شکل اسم آمده به شکل اسم استعمال میکنیم، اوش که به شکل فعل آمده به شکل فعل استعمال میکنیم، اوش که به شکل چی آمده با مقید آمده مقید استعمال میکنیم. پس مثلا ویمکرون و یمکر الله، ویمکرون یعنی دشمنای الله برنامه ریزی میکنن، پلان ها میسنجن. ویمکر الله و الله متعال هم پلان میسازه در مقابل از اونا. بنابراین این چی شد؟ یک صفت است که به شکل یک قید آمده که ما همین قسمایی استعمال بکنیم. خب موضوع دیگه که اینمی قسم است، اینا تمام همون صفاتی که در قرآن عظیم شان ذکر شدن به این شکل است. من ضرب کردم چند مثال براتون آوردم. اینا شما وقتی که قرآن عظیم شان تلاوت میکنید باز میفهمید که اینی صفت به شکل جمله اسمی آمده، اینی به شکل جمله فعلی آمده، اینی به شکل
اسماء الله الحسنا آمده، این صفت الله مقید آمده، کلش رو میفهمیم. حالا میریم سر معانی و دلالات صفات. مثلا صفات دارای معانی و دلالت های مختلف می باشند. ما شما بعد شخصانی مثلا قسم اول صفات کمال است. صفات کمال چی هست؟ یعنی صفاتی هست که به کمال، به جلال، عظمت و بزرگی الله متعال شایسته است. این صفات کمال میگه. این القرآن عظیم الشان امی صفات کمالی که به جلال و عظمت الله شایسته هست، این به الله متعال نسبت داده و بیان کرده. مثلا این جمله صفات چی است؟ الرحمن الرحیم است، الحی القیوم است، العلی العظیم است و هو العلی العظیم، السمیع العلیم است والله السمیع العلیم، علیم قدیر است. میبینید اینا صفات کمال الله است. یعنی در اینا چی هست؟ در اینا کمال عظمت الله، کمال جلال و بزرگی الله، کمال صفات خوب الله، این صفات برای الله بیان شده. قسم دوم صفات نقصان است. صفات چی است؟ صفات نقصان. مثلا بعضی صفات است که در او صفات ها نقص است. چرا نقص است؟ این صفات نقصان مربوط مخلوقات است و به جلال و عظمت الله شایسته نمی باشند. قرآن عظیمشان این صفاتی که مربوط مخلوق است و به جلال و عظمت الله شایسته نیست، این از الله نفی کرده، یا به شکل اجمالی کلی نفیش کرده یا تو مشخص بیان کرده. مثلا الله متعال صفت خواب و مقدمات زیره، اینی صفت خواب است، این صفت نقصان است. یعنی انسان چرا خواب میکنه؟ به خاطر که عاجز است. بنان عاجزی در وجود ما شما یک نقص است. من نقص دارم به خاطر ازی که عاجز هستم، اگر خواب نکنم میمیرم. از این خاطر الله متعال این صفت خواب و مقدمات خواب که به خاطر چی میه؟ به خاطر ضعف مخلوق میه، این از ذات با عظمت خود نفی کرده. گفته الله لا اله، الله لا اله او تو ذات است که نیست هیچ معبودی به حق که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا هو، مگر او الحی القیوم، زنده حقیقی هست، و القیوم ذاتی که تدبیر کننده تمام امور کائنات است. پس چی که لا تأخذه سنة ولا نوم. ببینید وقتی که صفت کمال عظمت الحی و القیوم است الله به خود نسبت داده، ولی وقتی که صفت سنه و نوم است، سنه چی است؟ مقدمات خواب است، و نوم چی هست؟ خود خواب هست. یعنی خواب مثل مرگ وارد صفت عاجزی هست و سنه مقدمات خواب است، مقدمات مرگ وارد. انسان عاجز است وقتی که کمک خسته میشه، ضعیف است، سرش فشار میه، باز چی میشه؟ چشمایش پت میشه. وی میگه سر کنیم فلانی استاد در جریان درس، یک استاد بود رو ببینیم که درس میداد، یک فلان جریان درس خوابش میبرد. این صفت عاجزی است، مقدمات خواب، پینگی میگه. اینال سنه پینگی یا مقدمات خواب و نوم خود خواب، این صفات نقصان است. ایره الله متعال از ذات با عظمت و جلال خود نفی کرده، چون الله متعال صفاتش صفات کمال است. مثلا نفی صفت عاجزی، و ما کان الله لیعجزه من شیء، الله متعال هیچ چیز عاجز کرده نمیتونه، ایره نفی کرده. نفی صفت ناتوانی، ولا يؤوده حفظهما، الله متعال در سوره آیت الکرسی چه میگه؟ وسع کرسیه السماوات والارض، وسیع هست کرسی الله از آسمان ها و زمین کرده، ولا يؤوده حفظهما، کرسی الله که هست میگه این وسعت داره از آسمان و زمین کرده. اینال حفظ از اینا هیچ وقتی بر الله متعال یعنی چی؟ یعنی ناتوان نمیسازه. یعنی حفظ آسمان ها و زمین الله متعال ناتوان نمیسازه. این صفت ناتوانی رو چی کرد؟ از الله متعال ایره چی کرد؟ ایره نفی کرد. ظلم یک صفت نقصان است. یک کسی ظالم میباشه، مثلا اگر انسان ظالم است لکن به جلال و عظمت الله شایسته نیست، الله متعال ایره از ذات و عظمت خود نفی کرده. میگه ولا یظلم ربک احد،
ظلم نمیکنه پروردگارتون هیچ کسی را. نفی صفت مخفی بودن چیزی، مثلا بعضی چیزا از بعضی کسا مخفی میمانه. لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض، یک مثقال ذره هم از الله متعال مخفی نمیمانه. مثلا از ما بسیاری چیزا مخفی میمانه. من نمیفهمم که خودت صنف چند هستی، خودت چی نیت داری، خودت چی قصد داری، خودت در آینده چی میخوایی باشی، اینال نیت تو را، قصد تو را، اینا کلی چیزای مثلا شما برای من مخفی هست، لکن اینمی یک صفت نقصان است برای مخلوق است، لکن برای الله متعال این چون صفت مخفی بودن صفت نقصان است، الله متعال این از خود نفی میکنه، میگه لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. قسم سوم صفات مقابله هست. صفات مقابله بعضی از صفات هستند که به تنهایی دلالت به نقصان میکنند. اگر تنها ذکر شود مثل مکر، مثل خداع، مثل استهزاء، اگر تنها ذکر شود این چی هست؟ این یک نوع چی میشه؟ این یک نوع دلالت به نقص میکنه. ولی این صفات اگر در مقابل یک ظالم و یک کافر و یک بیدین با مقابله کردن به از استعمال میشه، باز این به صفت چی تبدیل میشه؟ به صفت کمال. این حال قرآن عظیم شان این صفاتی که در وقت مقابله دلالت به کمال و جلال و عظمت میکنه، باز این به الله متعال نسبت میده. مثلا و یمکرون، همین کلمه یمکرون مکر کردن به معنای برنامه ریزی کردن. این بسیاری وقتی که کافرها مکر میکنن برنامه‌های غلط و خراب یا کلشان در شامل میشه. اما وقتی که در مقابل از اینا الله متعال استعمال میکنه که و یمکرون و یمکر الله، اینا برنامه ریزی میکنن برنامه‌های منفی و غلط و یمکر الله، لکن الله در مقابل برنامه‌های منفی از اینا برنامه‌های خوبی که به جلال و عظمت و کبریای الله شایسته سر میکنن، این با این قید این باز این صفت چی شد؟ این صفت کمال شد. مثلا استهزاء به تنهایی یک صفت نقصان است، لکن وقتی که کفار برای مؤمنان استهزاء میکردن، اینا میگن که چی که ما اینا را مستهزئون بودیم، اونا میگن ما مسلمان ها را استهزاء میکنیم، اونا را به مسخرگی میگیریم. الله متعال در مقابله بر از اونا میگه که الله یستهزئ بهم، وقتی که اونا استهزاء میکنن الله متعال در مقابل استهزای از اینا خود اینا را به استهزاء میگیره، خود اینا را رسوا میکنه، خود اینا را مسخره میکنه. پس این چی شد؟ این صفت در مقابل از اون آمد. این مثلا انهم یکیدون کیدا و اکید کیدا، انهم یقینا که کافران یا چی میکنن؟ دسیسه سازی میکنن، برنامه سازی میکنن. ما الله متعال میگه و اکید کیدا، ما در مقابل دسیسه های از اینا برنامه ریزی میکنیم. اینجا کلش چی شد؟ در وقتی که مقابله میه، اینجا در مقابله همین صفت به چی دلالت میکنه؟ به جلال و عظمت. بنابراین قرآن عظیمشان به الله نسبت داره. قسم چهارم صفات کمال برای خالق و صفات ضعف برای مخلوق است. مثلا بعضی از صفات است که برای مخلوقات صفت ضعف میباشد، زیرا از مخلوق بودن آنان فراتر است، ولی برای خالق متعال صفت کمال است. مثلا کبریا، آل کبریا که است از کبر گرفته شدن. این حال این کبر که است برای مخلوق ضعیف شایسته نیست، چرا کبریا و جلال و عظمت مخلوق به مخصوص برای الله شایسته هست. این حال این صفات برای مخلوق شایسته نیست. یا صفت جبار که وقتی که یک دشمن خدا اما تو خوب ذلیل میسازه، این برای مخلوق جبار بودن یک صفت ضعف است، لکن وقتی که به خالق متعال استعمال میشه به معنای ازی است که به جلال و عظمت الله شایسته هست. چرا که الله متعال ذات کبریا هست، یعنی بسیار ذات با جلال و با عظمت و با بزرگی هست، و ذات جبار است، یعنی ذاتی که چی میکنه؟ اما تو تحت غلبه خود چی رو میره؟ دشمنا رو میره. قسم پنجم صفات کمال در مخلوق، لکن برعکس برای خالق صفات کمال نیست. از این خاطر الله متعال او را از خود نفی میکنه. بعضی صفات است که برای انسان کسی است صفت کمال است، چون یک انسان ناقص است. بعضی صفاتش است که برای نقصان از او خوب است. او چی میگه؟ او صفت چی است؟ مثلا فرزند داشتن است.
این حالا اگر یک انسان اولاد داشته باشه یک چیز یک صفت خوب است، فلانی فرزند داره، میگه آ ماشاءالله فرزند داره. فلانی چطور است؟ میگه هیچ ولا فرزند نداره. چرا ازدواج نکرده؟ هیچ اولاد تو نداره، تو دیوانه وارد در سر کار میگرده. پس اینمی که اولاد نداشتن که از برای مخلوق صفت چیست؟ صفت کمال است، لکن به جلال و عظمت الله شایسته نیست. به جلال و عظمت الله شایسته نیست. از این خاطر الله متعال صفت اولاد داشتن و پسر داشتن و دختر داشتن و همسر داشتن و شریک داشتن و معاون داشتن. حالا مثلا یک انسان معاون داشتن در خوب است. چرا مثلا کارهای خود کردن نمیتونه؟ اگر یک معاون داشته باشه بسیار کارایش میکنه، یا سکرتر داشته باشه بسیاری کارایش سکرتر میکنه، یا رئیس دفتر داشته باشه بسیاری کارایش او میکنه. اینا لیو در مخلوق صفت چیست؟ بر مخلوق صفت کمال است، خوب است که داشته باشه. مثلا یک نفر خوب سکرتر داره، رئیس دفتر داره، لکن به ذات و جلال و عظمت الله شایسته نیست. چون الله متعال چرا این مخلوق، چرا این سکرتر و رئیس دفتر یارو میگیره؟ به خاطر که محتاج است، نهایتش دلالت بر محتاجی میکنه. این صفات الله متعال از ذات و عظمت خود نفی کرده. میگه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا احد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.